فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور راستگرا، حدود 40 سال با مشت آهنی اسپانیا رو زیر سلطه خودش داشت. تو این مدت که بهش میگفتن ال کاپودیلو یعنی رهبر، فرانکو هموطنانش رو قتل عام کرد. سعی کرد اقلیت‌های فرهنگی رو نابود کنه و هر کاری از دستش برمی اومد کرد تا دموکراسی رو از اسپانیا پاک کنه. کارهای اون باعث شد که آدولف هیتلر بهش اعتماد کنه و پابلو پیکاسو رو به وحشت بندازه. پیکاسو بعداً جنایت‌های فرانکو رو توی نقاشی‌هاش جاودانه کرد. امروز می‌خوایم به کارهای وحشتناکی که فرانکو با اسپانیا کرد نگاه بیاندازیم. فرانسیسکو فرانکو در سال 1892 در اسپانیا به دنیا اومد. پدرش نظامی بود و مادرش کاتولیک متعصب. این شرایط فرانکو رو به یه آدم سنتی و سختگیر تبدیل کرد. بعد از یه دوران کودکی معمولی وارد مدرسه نظامی شد و به ارتش پیوست. با اینکه تو مدرسه عملکرد فوق‌العاده‌ای نداشت، اما تو میدان جنگ سرباز فوق‌العاده‌ای بود. فرانکو بیش از 10 سال در مراکش جنگید و خیلی زود به بالاترین درجه ها رسید. در سال 1926 اون به عنوان جوانترین کاپیتان، سرگرد و بعد هم ژنرال اسپانیا شناخته شد. شجاعت و انضباط شخصیش باعث شد هم سربازا و هم افسرهای دیگه بهش احترام بذارن. فرانکو به فرماندهی آکادمی نظامی ساراگوزا رسید و چند سال رو به آرومی به آموزش‌های نسل بعدی افسران اسپانیایی اختصاص داد. اما اتفاقاتی در حال رخ دادن بود که مسیر زندگی فرانکو رو به طور کامل تغییر میداد. در سال 1931 پادشاه اسپانیا با انتخابات کنار گذاشته شد و یه دولت جمهوری خواه چپگرا روی کار اومد. این دولت آکادمی فرانکو رو تعطیل کرد و بهش یه پست بی اهمیت داد تا سر راهشون نباشه. تو سراسر دنیا مدارس و خیریه های کاتولیک بسته شدن، گروه های کاتولیک مثل یسوعی ها غیر قانونی اعلام شدن و کشیش ها زندانی یا حتی تو خشونت های چپگرا کشته می شدن. اوضاع اونقدر بد بود که پاپ پیوس 11 اسپانیا رو با خاطر آزار و اذیت‌های کاتولیک ها علنا محکوم کرد. این حملات به کاتولیک ها خیلی از اسپانیایی ها رو عصبانی کرد، از جمله فرانکو. اما اون برای مدتی سرش رو پایین نگه داشت و از دستورها پیروی کرد. در سال 1933 رئیس دهندگان اسپانیایی با انتخاب یه ائتلاف راستگرا مخالفتشون رو با دولت چپگرا نشون دادن. با این حال دولت وقت برای بیش از 1 سال مانع از ورود احزاب راستگرا به دولت شد. خیلی زود بعد از اون شبه نظامیای سوسیالیست و کمونیست برای جلوگیری از به قدرت رسیدن راستگراها دست به شورش زدند. بدترین این شورش‌ها در آستوریاس رخ داد، جایی که اتحادیه‌های کارگری در اکتبر 1934 10 نفر از جمله کشیش‌ها، تاجران و سربازا رو کشتند. دولت به کسی نیاز داشت تا با این شورش مقابله کنه. دولت برای سرکوب شورش به فرانکو نیاز داشت. فرانکو فرماندهی نیروها رو گرفت و سربازای مراکشی رو برای سرکوب شورشی‌ها به شمال فرستاد. خودش سرکوب شورش رو جنگی علیه سوسیالیسم و کمونیسم میدونست و باور کرده بود که یه توطئه جهانی کمونیستی یهودی پشت ماجراست. فرانکو تا آخر عمر به این توهم چسبید و مثل هیتلر مخالفان چپگرا رو مهره‌های بازی سیاسی جهانی توسط قدرتمندان خارجی میدید. بعد از 2 هفته شورش با کشتن 2000 نفر سرکوب شد. اما این به جای آشتی اختلافات رو عمیق‌تر کرد و خشونت سیاسی رو بیشتر کرد. توی انتخابات بعدی یعنی 1936 دوباره آشوب شد و نتایج قابل اعتماد نبود. هرچند یه دولت چپگرا روی کار اومد، ولی مورخان هنوز در مورد برنده واقعی بحث دارن و خیلی از راستگراها معتقد بودن نتیجه دزدیده شده. این ترس از آزار و اذیت دوباره و اصلاحات چپگرا باعث شد یک گروه از فرمانده‌های نظامی به فکر کودتا بیفتند. فرانکو رو دوباره به جزیره‌های قناری فرستادند، اما هنوز برای حمایت از کودتا مردد بود. چند ماه و چند ترور مهم از طرفین بالاخره راضیش کرد که باید کار کرد. فرانکو و بقیه فرمانده‌ها تصمیم گرفتند در 18 جولای 1936 دست به کودتا بزنن و حکومت ملی خودشون رو تشکیل بدن. کودتا یه روز زودتر
با شورش نیروهای مراکشی علیه فرمانده‌های جمهوری‌خواه شروع شد. سراسر اسپانیا هم افسرها و واحدهای دیگه‌ای علیه دولت شوریدند. فرانکو با یه بیانیه دلیل پیوستن به کودتا رو توضیح داد. به خشونت، آزار و اذیت و هرج و مرجی که سالها اسپانیا رو درگیر کرده بود اشاره کرد و قول عدالت، آزادی و برابری داد. تعهد داد تا با دستکاری کنندگان سیاسی که کارگر صادق رو گول میزنن و با خارجی هایی که آشکارا یا با فریب سعی داره اسپانیا رو نابود کنن با تمام توان بجنگه. فرانکو به مراکش رفت و فرماندهی کل نیروهای شورشی رو گرفت. یکی از اولین کارهاش اعدام 200 افسر و مقام جمهوری‌خواه بود که سربازها دستگیر کرده بودند. اعدام رو ضروری و جنگی جلوه داد، ولی این فقط شروع راه بود و هزاران جمهوری‌خواه بعداً سرانجام مشابهی داشتند. فرانکو بعدش نیروهاش رو به سرزمین اصلی اسپانیا فرستاد و جنگ رسما شروع شد. ملیگراها نیروهای بیشتری داشتند، ولی برای پیروزی به تجهیزات و نیروی انسانی بیشتری نیاز داشتند. پس به سراغ حکومت‌های میهن‌پرست و نظامی دیگه مثل آلمان و ایتالیا رفت. فرانکو به دنبال کمک برای جنگ با هیتلر و موسولینی مذاکره کرد. اونا کمک میکردن تا هم قلدروازی‌های خودشون تو مدیترانه رو توجیه کنن و هم یه متحد دیگه پیدا کنن. به خاطر مهارت‌های نظامی فرانکو، سابقه خوبش و اینکه خیلی آدم مذهبی و ضد کمونیستی بود، بقیه ملی‌گراها در پاییز 1936 اون رو رئیس دولت موقت و فرمانده کل قواشون کردن. البته فرانکو نه فاشیست بود و نه طرفدار سلطنت، اما سنت و ارتش رو خیلی قبول داشت. به خاطر همین و به خاطر ایمان قویش به کاتولیک و مخالفت شدیدش با کمونیسم خیلی ها ازش طرفداری میکردن. اون تونست نظامی ها، مذهبی ها، فاشیست ها، سلطنت طلب ها، زمیندارها و گروه های دیگر رو برای دهه ها توی ائتلاف نگه داره. اما این جنگ وحشیانه بود و هر دو طرف جنایت‌های زیادی کردند. هم جمهوری‌خواها و هم ملی‌گراها غیر نظامی ها رو کشتند، با سربازای اسیر شده وحشیانه رفتار کردند و باعث آزار و اذیت مردم اسپانیا شدند. مورخ‌ها به کشتارهایی که طرف جمهوری‌خواه انجام دادن ترور سرخ میگن و کشتارهای طرف ملی‌گرا رو ترور سفید. هر دو طرف چندین هزار نفر رو کشتند، اما اکثر مورخ‌ها معتقدند تعداد مرده‌های ترور سفید فرانکو خیلی بیشتر از ترور سرخ بوده. مثلا تو آگوست 1936 توی شهر به اسم باداهوت، بعد از اینکه اونجا رو با خونریزی گرفتن، سربازای فرانکو کلی مردم عادی و طرفدارهای جمهوری‌خواه رو تو میدان گاوباز جمع کردن و با مسلسل بهشون تیراندازی کردن. حداقل 500 نفر اونجا کشته شدن، شاید هم نزدیک به 2000 نفر. ولی بدترین جنایت جنگ بمباران شهر گرنیکا تو آوریل 1937 بود. گرنیکا مرکز ارتباطی مهمی برای جمهوری‌خواها بود و فرانکو میخواست نابودش کنه. به دستور فرانکو هواپیماهای آلمانی و ایتالیایی شهر رو به توپ بستن و هر چیزی که دیدن رو با خاک یکسان کردن. تو این بمباران بیشتر از صدها نفری که مردن غیر نظامی بودند. این بمباران وحشیانه تمام دنیا رو شوکه کرد و پیکاسو هم با این نقاشی معروف تو 1937 اون رو جابجا کرد. با بمباران‌های هوایی و کشتارهای سازماندهی شده، فرانکو تونست در سراسر اسپانیا پیشروی کنه. تا 1937 نیروهای تحت کنترلش مناطق مهم باسک و آستوریاس رو تسخیر کردند و تا 1938 تقریبا کل اسپانیا زیر سلطه اون بود. بارسلونا در ژانویه 1939 و مادرید آخرین سنگر جمهوری‌خواها در مارس 1939 سقوط کرد. اول آوریل فرانکو پیروزی خودش رو اعلام کرد و با عنوان الکاودیلو حکومت دیکتاتوری راستگرای خودش رو آغاز کرد. به قول یکی از مورخان، حکومت فرانکو یکی از خودکامه‌ترین رژیم‌های دنیا بود و هیچ کس به اندازه فرانکو قدرت نداشت. فرانکو خیلی بیشتر از هیتلر و استالین تو کشورش قدرت داشت. اون از این قدرت برای ساختن یه اسپانیای خودکفا، نظامی
و کاملا کاتولیک استفاده کرد. یکی از اولین کارهای دولتش قانون مسئولیت‌های سیاسی بود. این قانون اجازه میداد هر کسی که طرف جمهوری خواه بوده یا ازشون حمایت کرده تا آخر عمر مجازات بشه. جنگ تموم شده بود، اما چندین هزار جمهوری خواه به خاطر مخالفت با فرانکو باید تو دادگاه‌های فرمایشی محاکمه می‌شدن و حتی تیربارو می‌شدن. فرانکو همه مخالفت‌ها رو سرکوب کرد. اتحادیه‌های کارگری ممنوع شدند، احزاب سیاسی منحل شدند و تقریباً همه رسانه‌ها که زیر کنترل ملی‌گراها نبودند سانسور می‌شدند. هیچ راهی برای مقاومت در برابر رژیم یا حتی انتقال از فرانکو وجود نداشت، وگرنه زندان انتظار آدم رو می‌کشید. تا اواسط دهه 1940 فرانکو ادعا می‌کرد که بیش از 26,000 زندانی سیاسی داره، اما قطعاً تعداد واقعی خیلی بیشتر بود و این فقط اونایی را نشون میداد که زنده بودن. بچه‌های زیادی به خاطر کشته شدن پدر و مادرشون یتیم شدن و رژیم فرانکو اونا رو به پرورشگاه‌های کاتولیک یا خانواده‌های تایید شده توسط دولت میسپرد. البته تعداد دقیق این بچه‌ها مشخص نیست، اما ممکنه چند صد هزار نفر از اونها به اصطلاح بچه‌های گم شده فرانکو وجود داشته باشه. قربانیای دیگه مردم باسک و کاتالان بودن. نه تنها اونا پایگاه‌های قوی جمهوری خواه بودن، بلکه اسپانیای فرانکو جای برای هویت‌های منطقه‌ای و متفاوت نداشت. هویت‌هایی که با ملی‌گرایی اون در تضاد بودن. زبان هم قدرت داره، پس فرانکو هر کاری میکرد تا لهجه‌های باسک و کاتالان رو نابود کنه. استفاده از این زبان‌ها بیرون از خونه غیرقانونی شد و همه اسناد رسمی فقط به زبان اسپانیایی چاپ می‌شدن. حتی گذاشتن اسم باسک یا کاتالان روی بچه ممنوع بود. از طرف دیگه فرانکو روی کاتولیک بودن حساب ویژه‌ای باز کرده بود. اون کاتولیک رو مذهب رسمی اعلام کرد و هر گونه جشن غیر کاتولیکی رو ممنوع کرد. سیستم آموزش سکولار رو کاملا تغییر داد و معلم‌های غیر کاتولیک رو اخراج کرد تا بتونه برنامه درسی کاملا کاتولیکی رو پیاده کنه و ارزش‌های کلیسا رو گسترش بده. افکار کاتولیک فرانکو روی سیاست‌های اجتماعی هم تأثیر گذاشت. طلاق، پیشگیری از بارداری، سقط جنین کاملا ممنوع شد و حقوق کاری زن‌ها هم محدود شد. با وجود همکاری قبلی با هیتلر و موسولینی، فرانکو هیچ وقت وارد جنگ جهانی دوم نشد. اسپانیا بعد از جنگ داخلی خیلی ضعیف بود که بخواد هیچ طرفی رو بگیره. البته در اکتبر 1940 فرانکو با هیتلر درباره احتمال اتحاد صحبت کرد، اما این مذاکره خیلی بد پیش رفت. هیتلر حتی گفت ترجیح میداد دندوناش رو بکشه تا اینکه دوباره با فرانکو مذاکره کنه. وقتی هیتلر در سال 1941 به شوروی حمله کرد، فرانکو اجازه داد 50,000 نیروی داوطلب اسپانیایی به حمله آلمان‌ها بپیوندند، اما این نیروها هیچ پشتیبانی نظامی رسمی از اسپانیا نداشتند. این نزدیکی بیشتر فرانکو با محور باعث دلخوری متفقین هم نشد. حتی چرچیل به طور علنی از فرانکو به خاطر بی‌طرفیش به خصوص اجازه ندادن به آلمان برای جابجایی نیروها از طریق اسپانیا تشکر کرد. تو جنگ جهانی دوم که متفقین به شمال آفریقا حمله کردن، هواپیماهای اونها مجبور می‌شدن تو اسپانیا فرود بیان. جالب اینه که سربازای فرانکو باهاشون خیلی خوب رفتار میکردن، بهشون کمک‌های پزشکی میدادن، سوخت هواپیماهاشون رو تأمین میکردن تا دوباره بتونن بلند شن و برگردن به جنگ. خیلی ها در مورد نقش فرانکو تو هولوکاست سوال دارن. اسپانیا تو دوران حکومت فرانکو هرگز یهودی‌ها رو به اردوگاه‌های کار اجباری نفرستاد و اجازه نداد نازی‌ها یهودی‌های اسپانیا رو جمع کنن. اسپانیا یکی از معدود پناهگاه‌های امن برای یهودی‌ها تو اروپا بود و ده‌ها هزار نفر به خصوص از فرانسه با فرار به اونجا از هولوکاست جون سالم به در بردن. تو سرتاسر اروپا افرادی مثل ادواردو پروپیا د کالخون، منشی سفارت اسپانیا تو بوردو، به 30,000 یهودی کمک کردن تا ویزای سفر به اسپانیا رو بگیرن، در حالی که آنجل سانبریس تو سفارت اسپانیا تو بوداپست به بیش از 5,000 یهودی پاسپورت اسپانیایی داد. بعد از جنگ رژیم فرانکو سعی کرد وانمود کنه که نجات دهنده یهودی‌ها بوده، اما واقعیت فرق می‌کرد. خیلی از اسپانیایی‌ها به یهودی‌ها کمک کردند، اما فرانکو هرگز یکی از اونا نبود.
وقتی رژیمش فهمید که کالخون در بوردو به یهودیا کمک میکنه، اون رو جابجا کردن تا از یه درگیری دیپلماتیک با دولت جدید فرانسه اجتناب کنن. اما یه اتفاق دیگه تاریک‌تر هم پشت پرده در حال رخ دادن بود. در سال 1941 فرانکو به طور مخفیانه به فرمانداران استانی دستور داد تا از همه یهودیای ساکن اسپانیا شناسنامه تهیه کنند. برخی مورخان معتقدند که فرانکو قصد داشت از این اطلاعات به عنوان ابزار چانه‌زنی با نازی‌ها استفاده کنه، در حالی که برخی دیگه میگن که رژیم فرانکو این کار رو انجام داد و اطلاعات رو به طور مخفیانه به SS تحویل داد. ما نمیتونیم مطمئن باشیم، چون رژیم فرانکو تقریبا همه سوابق مربوط به این قضیه رو نابود کرد تا تمام شواهد دخالتشون رو از بین ببره و خودشون رو نجات دهنده یهودیا تو هولوکاست نشون بده. بی‌طرفی اسپانیا رو از نابودی نجات داد، اما برای اونها هیچ دوستی برمغان نیاورد. بعد از جنگ بی‌طرفی اسپانیا باعث انزوای دیپلماتیک و اقتصادی اونها شد و فرانکو به عنوان منفورترین دولتمرد اروپا شناخته میشد. این منفور بودن شاید باعث چرخش غیر منتظره بعد از جنگ شده باشه. فرانکو شروع به تغییر کرد. تقریبا همه اعدام‌ها، حبس‌ها و سایر سوء استفاده‌ها در طول جنگ داخلی یا در مراحل اولیه رژیم رخ داد، اما در دهه 1950 تقریبا متوقف شدند. حتی سرسخت‌ترین منتقدان فرانکو هم اذعان کردند که اون خیلی نرم‌تر شده بود. یکی از نشانه‌های این موضوع همه‌پرسی سال 1947 در مورد سلطنت بود. فرانکو برای دهندگی‌ها اجازه داد تا تصمیم بگیرن که آیا پس از مرگش اسپانیا به سلطنت تبدیل بشه یا نه، که در نهایت با اون موافقت شد. فرانکو به رأی مردم احترام گذاشت و ترتیبی داد تا بعد از مرگش خوان کارلوس، نوی خوان کارلوس سوم، قدرت رو به دست بگیره. فرانکو هرگز از موضع ضد کمونیستی خودش کوتاه نیومد، اما این به نفعش بود که جنگ سرد بالا گرفت. ایالات متحده تصمیم گرفت که اسپانیا به عنوان متحد مفیدتره و در سال 1953 فرانکو بهشون اجازه داد تا پایگاه‌های هوایی و دریایی در اسپانیا تأسیس کنند. این روابط نزدیکتر با کشورهای سرمایه‌داری فرانکو رو تشویق کرد تا سیاست اقتصادی تحت کنترل دولتش رو کمی سست کنه و رویکرد بازار آزاد رو در پیش بگیره. یه تصمیم عالی که نتیجه فوق‌العاده‌ای هم داشت. اسپانیا تو دهه 60 یه جهش اقتصادی وحشتناک خفنی کرد و سطح زندگی مردم هم کلی بالا رفت. این ترقی تو همه چی بود. فرانکو سال 1956 یه تیکه از خاک اسپانیا رو به مراکش که تازه مستقل شده بود بخشید. اون همچنین ممنوعیت استفاده از زبانهای باسکی و کاتالانی رو کم کرد، هرچند هنوز هم استفاده ازشون خیلی توصیه نمیشد. تا سال 1962 دوباره صدها کتاب به زبان کاتالانی چاپ شدند. بعد از سال 1963 هم محدودیت‌هایی روی کار کردن زنها، سانسور شدید و ممنوعیت اعتراض و اعتصاب کم کم برداشته شدند. البته همه چی آزاد نبود. انتقاد از فرانکو هنوز کنترل میشد و حق تشکیل گروه‌های سیاسی هم خیلی کم بود، ولی روزهای سخت سرکوب فرانکو تمام شده بود. فرانکو سال 1966 یه رفراندوم دیگه برگزار کرد که توش بخشی از قدرتاش رو کم کرد و یه پست نخست وزیر جدا برای کارهای روزمره درست کرد که خودش هم همون موقع قبولش کرد. بالاخره فرانکو پیر شد و یکم کنار کشید. سال 1973 استعفا داد و فقط رئیس کشور با قدرت کم باقی موند. آخرش هم بعد از چند تا حمله قلبی 20 نوامبر 1975 مرد و یکی از پیچیده‌ترین و بحث برانگیزترین حکومت‌های قرن 20 رو تمام کرد. مرگ فرانکو با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. اون هرگز از اون پرستشی که هیتلر یا موسولینی داشتن برخوردار نبود، ولی نرم شدنش تو سالهای آخر دشمنی‌ها رو هم کمتر کرد. بعد از مرگش پادشاه جدید خوان کارلوس خیلی سریع دوباره دموکراسی رو برقرار کرد. به عنوان بخشی از این انتقال چپ‌ها و راست‌ها با یه پیمان فراموشی موافقت کردند که تو اون قرار شد همه جنایت‌ها و بحث‌های دوره فرانکو و جنگ داخلی رو فراموش کنن و به جلو برن.
میراث فرانکو همیشه پیچیده خواهد بود. جمهوری خواهان جنگ داخلی هنوز توسط چپ‌های سراسر دنیا تحسین میشن، در حالی که رژیم فرانکو هم امروز طرفدارانی تو خیلی از گروه‌های راست داره. پس به دست آوردن یه دیدگاه بی‌طرف خیلی سخته. خود اسپانیا هم خیلی تمایلی به کاوش عمیق تو میراثی که فرانکو به جا گذاشته نداره. خیلی ها اون رو یه ظالم میدونن که هزاران نفر رو کشت، حبس کرد و گروه‌هایی رو که دوست نداشت وحشیانه سلکوب کرد. مورخ‌ها آمار کشته شده های دوران حکومت فرانکو رو بین 100,000 تا 200,000 نفر تخمین میزنن. با این حال خیلی ها هم اون رو قهرمانی میبینن که کشور رو از انقلابیون کمونیست ضد کاتولیک نجات داد. اونا رونق اقتصادی فوق‌العاده اسپانیا تو دهه 60 رو که زندگی میلیون ها نفر رو بهتر کرد به اسمش میزنن و کاهش تدریجی قدرتش رو تو طول زمان دلیل عدم دیکتاتور بودن قدرت طلبش ذکر میکنن. فرانکو مطمئناً آدم کشت، چه نظامی چه غیر نظامی. منتقداش میگن همین کارهاش کافی هستن تا شرور بودنش ثابت بشه، ولی طرفداراش میگن این کارها توجیه پذیر بودن و با کارهای متفقین تو جنگ جهانی دوم فرقی نداشتن. فرانکو هرگز یهودی‌ها رو تسلیم نازی‌ها نکرد، ولی منتقداش به درستی اشاره میکنن که بهش فکر کرده بود و بعد سعی کرده پنهانش کنه. آیا واقعا باید میراثش رو با سرکوب‌های شدید سالهای اول تعریف کنیم یا باید اون رو نادیده بگیریم و نرشدن‌های سال آخر رو دلیل اصلی بدونیم؟ برای هیچ کدوم از این سوالها جواب ساده‌ای وجود نداره و فرانکو یکی از پیچیده‌ترین و تفرقه‌اندازترین شخصیت‌های قرن 20 باقی میمونه.